در مراسمی قبل از این نادرست برگزار کردیم از روی نادانی بود، نه از روی اعلام جنگ با تو. نمیفهمیدیم. حالا تصمیم گرفتیم که مراسم سالم طبق رضای تو برگزار بکنیم که بچه هامون بیان قرآن بخونن. شما دیدی بودید که تو عروسی کسی قرآن بخونه؟ کسی اناشید اسلامی بخونه؟ کسی درباره خدا و رسول خدا و دین خدا و ایمان و اخلاق و طهارت و پاکی صحبت بکنه؟ عروسی یعنی چشم‌خرانی. عروسی یعنی یه لوتی مست باشه، تریاک بکشه، کلش گرم بکنه، بعد بیاد وسط زن مردم و وسط مردم ساز بزنه و پول به هوا بریزن براش. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند روز قیامت بندگان خدا اون چیزی که دوست دارن در دنیا با همون تو قیامت محشور میشن. اگر کسی در دنیا عاشق لوتی است و ساز لوتی و دهل لوتی، روز قیامت هم دست تو دست لوتی در محضر خدا در دشت محشر بلند میشه. المرء مع من احب. یکی آمد گفت ای رسول خدا صلی الله علیه وسلم، من فقط نمازهای فرضمو میخونم، روزه رمضانمو میگیرم، صدقه واجبمو میدم، زیاد نماز سنت و صدقه سنت ندارم تو زندگیم، ولی یه چیز دارم، خدا و رسول خدا رو قلباً دوست دارم. آیا راهی برای نجات هست؟ گفت شما روز قیامت همراه اون کسانی هستی که دوستشون دارید. اگر کسی در دنیا عود میزنه، سر عروسی ها میرقصه، روز قیامت هم با همون رقصش محشور میشه، عودش تو بغلشه. اگر کسی رو با کاردی بکشه، روز قیامت همون کارد دستشه و قطره خون داره میچکه. مقتول میگه خدایا بارالها از این برادر سوال بکن به چه علتی، به چه گناهی با این کارد منو کشت. اگر ما خواهان سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم باشیم، روز قیامت در صف امت رسول الله صلی الله علیه وسلم محشور خواهیم شد. چقدر برنامه خوبیه. بچه های شما آمدن نام سوره ها را گفتن، هر کدوم یه سوره خوندن، جایزه گرفتن، تشویقشون کردید، یه آماری دادن درباره وضعیت روستا. آمار خیلی خوبی بود. تعداد دانشجوهاتون، شما در آینده 5 تا عالمی که لیسانس الهیات دارن، دانشکده الهیات خوندن خواهید داشت. یعنی علمای تحصیل کرده. نه افتخار نیست؟ علمای دانشگاهی. 2 تا مدیر مدرسه‌تون از خودتونه. مشکل آب روستا با یه برکه‌ای که یه خیر درست بکنه حل میشه. غم برکه آب نخورید. خیرین میان برکه آب درست میکنن، 20 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون. جای لوله نباشه، لوله میخرن، از برکه وصل میکنن، از چاه وصل میکنن به داخل روستا. اما قصه اون بخورید. یه لوله های دیگه هم باید وصل بشه که آب حیات معنوی رو به ما وصل بکنه. شیخ ضیایی رحمت الله علیه کسی بود که لوله های رحمت خدا رو به در خانه ها برد. شیخ ضیایی هم لوله کش بود، خیر بود. اما لوله‌ای که شیخ ضیایی 35 سال پیش آمد تو اهل سنت جنوب لوله کشی کرد، وصل کرد به چاه توحید، به چشمه زلال قرآن، وصل کرد به منبع ایمان، به اونجا وصل کرد و یک سر لوله رو گذاشت تو دل مسلمان و بعد باز کرد اون شیر فلکش رو. کلام خدا قرآن آمده که رحمت خدا را به ما بچشاند. آقای ضیایی رحمت الله علیه آمد با کلام خدا رحمت خدا را به منطقه چشاند.
شما غصه برکه آب نخورید. برکه آب درست میشه، دردش دیگه 30 میلیون تومنه. خیلی هستن که اعتقاد دارن برکه درست کنن و درست میکنن. اگر غصه‌ای باشد باید غصه دینتون بخورید، ایمانتون. در چه حد ایمانتون؟ برکتون پر باشه یا کم باشه، بالاخره میشه. هنوز تو منطقه خودمون با وجودی که این مناطق لوله کشی نیست، آب لوله رسانی نشده، ولی هنوز نشنیدیم که یه نفر تو منطقه به خاطری که آب برکه ها تمام شد مرده باشد. هنوز نشنیدیم. روستای دیوان زود آب برکه هاش تمام میشه، اطراف بندرلنگه. با تانکر آب میرن بندرلنگه، میخرن میارن تو برکه ها خالی میکنن. 20 تا تانکر، 30 تا تانکر، 100 تا تانکر. خیرم پولش میده. یه خیر میگه 10 تا تانکر به حساب من بریز. شما غصه اون نخورید، غصه این بخورید که این بچه ها چطوری تربیت بشن. برادرمون درویش نژادان چیزهای خوبی گفت، آمار خوبی داد، امیدوار کننده است. تو یک روستایی که 1 ساعت تو دامنه کوهه و همش کوهستانیه و خانه هاشون همه رو کوهه و تپه است، 5 تا عالم دین داشته باشن. تصور بکنید همین 30 سال پیش در کل 3 تا استان جنوبی اهل سنت، استان هرمزگان و فارس و بوشهر، همش 5 تا عالم بیشتر نبوده. نهایتش 10 تا. یکیش تو عوض بوده آقای فقیهی، یکیش تو لنگه بوده شیخ محمد علی خالدی، یکیش تو کوهج بستک بوده آقای کوهجی، یکیش تو بندر عباس بوده آقای خطیب، یکیش تو خمیر بوده آقای سید امیر شیخ، یکیش تو جزیره بوده حاجی محمد شریف صالحی. بعدم آقای زیایی آمد به این قافله اضافه شد، جمعا شدن 6 تا یا 7 تا. کل علمای 3 تا استان همش 7 نفر بودن. ولی برادرمون و عزیزمون میگه ما فقط امروز تو روستای خودمون 5 تا طلبه‌ای داریم که دوره عالی خوندن، یعنی دانشکده الهیات خوندن، و 6 تا هم تو دوره مقدمات و متوسط داریم که 2 سال دیگه وارد عالی میشن. همینطوری که مردم دیندار نمیشن. اما این بدونید، من خبر دارم این همه راه از سر جاده اصلی تا اینجا با اون همه سختیش، بیخ گوش شما، در کنار شما، همین جایی که جاده ها منشعب میشه، شاید در ماه 2000 3000 4000 کیلو مواد مخدر ترانزیت میشه از همینجا. همین هفته گذشته توسط خود اهالی 700 کیلو تریاک ضبط شده، گرفتن، و اونم خواست خدا بوده که این ماشینی که مواد توش بوده بزنه به یک موتورسیکلتی، به یکی از همشهریان شما، فرار بکنه، بیفتن دنبالش و متاسفانه کسی که راه پاک کنش هم بوده مال همین منطقه بوده. کسی که راه پاک کنش بوده که مأموری کسی نباشه مال همین منطقه بوده. از دست که باید بنالیم؟ به خاطر که یک 100,000 تومان پول بگیره تو ماشین مینیچه راه پاک میکنه. بیا خبری نیست. 700 کیلو تریاک هفته گذشته خواست خدا بوده. اینا کجا میره؟ میخواد بیاد ریشه علم و دانش و دین و اخلاص و غیرت بسوزونه. مواد مخدر اولین چیزی که از آدم میگیره غیرته، سلامتیه، آبروست، شخصیت، دین و ایمانه، ناموسه، همه چی از آدم میگیره. حدوداً 4 سال یا 5 سال پیش من بارها گفتم تو سخنرانی، از همین پاسگاه کورستان
فکر نکنید جاده آسفالت شده، خوب میگازونید، راه لار کورستان بندر عباس نزدیک شده، راه معتادان نزدیکتر شده، راه مواد فروشان نزدیکتر شده. یه خاوری، کامپرسی خاور 3 تا گاو سوار کرده بوده. نمیدونم، شاید تو روز عید قربان هم بوده، کسی نمیدونه. از جلو پاسگاه کورستان میخواسته رد بشه. یه گروبانی سرباز اونجا ایستاده بوده درجه داری. میگه چه سوار کردید بار زدی؟ میگه 3 تا گاوه. شاید ازش سوال کرده گاوا رو کجا میبرید؟ شاید هم گفته برای قربانی دارم میبرم. براش مهم نیست دیگه، مهم که از پاسگاه رد بکنه. یه نگاهی به صورت گاوا میکنه، میبینه که 2 تا گاوا قبراق و سرحال و شاداب و خندرو هستن، اما گاو وسطی خماره، چشمش رو هم میاد و خماره و کف از دهانش میریزه. بعد میگه این یکی چیشه؟ میگه جناب سروان مریضه، اگه لطف بکنین هر زودتر که یه وقتی نمیره رو دستم باد بکنه برسونم به قصاب چیزی. زنگ میزنه خمیر، میگه یه گاو 3 تا گاوه، 2 تا گاوش اشکالی ندارن، ولی روی یکی از این گاوا من مشکوکم، دستور چیه؟ خب گاو مردم که نمیشه سر برید، 700 تومن 600 تومن پول گاوه. میگه قصاب بیارید گاو قیمت بکنید، ضمانت بدید. گاوه رو چه همون که خمار بوده سرش میبارن، شکمش که پاره میکنن 11 کیلو تریاک تو پلاستیک تو شکمشه، خوراندن گاوو. مهم نیست یه گاو 700,000 تومن سقط بشه، مهم که این 11 کیلو تریاک به جایی بره که 5 تا عالم دارن، 6 تا میخوان عالم بشن، 80 تا دانش آموز ابتدایی دارن، 40 تا دانش آموز راهنمایی و 30 تا دانش آموز دبیرستانی. اینا همه میشن مهندس و دکتر. شهرستان بستک آزمون سراسری درش برگزار میشه، 500 تا دانشجو شرکت میکنن. تو این مسیر بخش رودر داریم، رویدر خودش سال 83 84 101 دانشجو داشته، فقط شهر رودر، روستای رودر خودش 101 دانشجو، 180 تا معلم داره، 30 تا کارمند بانک داره. سال بعدش نزدیک 60 تا دانشجو داده، یعنی تو 3 سال 4 سال 300 تا دانشجو داده، فقط همین رویدر. 700 کیلو 800 کیلو 1000 کیلو مواد مخدر. راه پاکنش هم برادران ما و شما، به خاطر که جیبشون پر بشه. امروز هم یه نفر میخواست مانع خیر بشه که این جلسه برگزار نشه تو شهر شما. من ساعت 1:30 رفتم خونه، خانم گفت که یه نفر زنگ زده، گفته با عصبانیت شیخ میخواد بیاد انجیردان. گفتم نمیدونم، من اطلاع از برنامه شیخ ندارم. گفت بهش بگو که نیاز نیست بیاد، برنامه به هم خورده. شما کی هستید؟ بماند. شیطان چه کارهایی میکنه، بماند. عجب. اون یکی راه پاک میکنه که مواد مخدر 700 کیلو رد بشه، این یکی مناع للخیر، نمیخواد مردم جنب بگیرن. خب شما اسم نداری، بماند. خیلی عجیبه. من آمدم، خانم گفت که یه نفر زنگ زده ولی خیلی بی‌شهامت بوده. خانم هم بهم گفت خیلی ترسو بوده. گفتم شما کی هستید؟ گفته بماند، فقط شیخ نیاد. گفتم کور خونده، ما میریم، بندگان خدا مشتاقن، برای دین خدا و نصرت دین خدا میریم. شیطان باید خوار و ذلیل بشه. فرقی نمیکنه. کسی که با علم، با علما، با پیشرفت جامعه از کجا آب میخوره؟ مواد مخدر از کجا آب میخوره؟ یه عده‌ای براشون مهم نیست که پولشار شدن و جیبشون پر از پول بشه،
رو حساب سلامتی و آبرو و دین و فرزندان بچه مسلمان ها بشه و فرزندان مسلمان ها بشه. براش مهم نیست بچه ها همه معتاد بشن، مهم که جیبش پر بشه، زود پولدار بشه، گردن کلوف بشه. ولی این عاقبت نداره. با خدا که نمیشه اعلام جنگ کرد. راه برو بی راه مرو. با ادب باش پادشاهی کن، بی ادب باش هرچه خواهی کن، هرچه دلت میخواد بکن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی میفرمایند اذا لم تستح فاصنع ما شئت. اگر حیا نداشتی هر کاری دلت میخواد بکن. این مجوز نیست، این اجازه نمیده پیامبر که اگر حیا نداشتی هر کاری دلت میخواد بکن. این داره تهدید میکنه اگه خجالت نکشیدی هر کاری دلت میخواد بکن، ولی عاقبتش با خودت. از مکافات عمل غافل مشو. گندم از گندم بروید، جو ز جو. هرچی کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی، کس نکند به تو آنچه که خود به خود کنی. مگر میشه مسلمان رو دوست داشته باشه اما عاشق پیشرفتش نباشه؟ از پیشرفت مسلمان و جامعه خودش بدش بیاد؟ خداوند ولید ابن المغیره رو در سوره، اگر اشتباه نکنم، قلم با 9 تا صفت زشت که در درونش بود وصف کرده. خداوند میفرمایند ولا تطع كل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال و بنین. میگه ای پیامبر از اینهایی که مکروبن و انگلن پیروی نکن. اینا واجب الاحترام نیستن، اینا لیاقت احترام ندارن. یکیش ولید ابن المغیره بوده، هم 10 تا پسر پهلوان داشته در عرب و هم سرمایه‌دار بوده که گله شتر و گاو و گوسفندش کل افق و پوشانده بوده. ولید ابن المغیره. ولی از بچه های پهلوانش و اون قدرت مالیش و نفوذ اجتماعیش همه خرج می کرده که مانع پیشرفت دین خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم بشه. میخواسته با رسول الله بجنگه با مالش و قدرت اجتماعیش که دین در مردم پیاده نشود. خداوند میگه ولا تطع كل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخیر. کسی که مانع خیر میشه، خیری به جایی برسه. امشب چه مجلس مبارکیه. بین نماز عصر تا مغرب یه دامادی بود داخل روستایی از کورستون. اونجا مراسم عروسی برگزار شد، سخنرانی هم کردیم، قرآن هم خوندن، سرود هم خوندن. فکر میکنم دامادم مال همین مناطق شما بود. نماز مغرب هم اونجا خوندیم، راه افتادیم. امشب هم 2 تا داماد اینجا. چقدر زیباست. همه خواهان دینن، آمدن عروسی دست جمعی رو برگزار کردن. ساده، متواضعانه، خداپسندانه، انسان دوستانه، عالمانه، فاضلانه، خیرخواهانه. اینهایی که مراسمشون رو اینطوری برگزار کردن واقعا شما رو دوست داشتن، نخواستن که تو عروسیشون بچه های شما به خاک و خون بکشانن و به روستای شما شخصیت دادن. جا داره من تبریک بگم و این 2 عزیزمون بدونن پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده کسی که سنت حسنه‌ای و خوبی در جامعه پیاده بکنه و بعد از اون مردم بهش اقتدا بکنن تا قیام قیامت اجر و پاداشش مال اون نفر اوله. از همه مردم خوب روستای شما، از امام جمعه خوبتون خیر مقدم گفتن، از جوانای خوبتون که از همون ورودی شهر همینجور سلام میکنن، روبوسی میکنن، چقدر خوشحالن. از خواهرای بزرگوار و محترمی که مادرای بچه های شما هستن و امانتدار مهمترین سرمایه شما هستن،
اگه 100,000 تومان پول کارگری تحویلشون بدید اون که امانت نیست. امانت ایناست که با میلیون هم قیمت گذاری نمیشه. همین بچه های کوچک که تا ساعت 11 شب الان تو جلسه نشستن، همه سر تا پا به گوشن، سلواتاشون بلندتر از همه است. اینها امانته که تحویلشون دادید. و امشب ما خیلی خوشحالیم هم به این عزیزمان که داماد این جلسه هستن، محمد نور احمدزاده و همسر محترمه ایشان سرکار خانم فاطمه احمدزاده، و دوباره عزیزمون عبدالواحد احمدزاده و سرکار خانم همسر محترمه ایشان خاتون شمسایی. من به این 4 جوان تبریک و تهنیت عرض می کنم به خاطر این سنت طبیعی و سنت انسانی و سنت نبوی که موفق شدن انجام بدن و نصف دینشون رو کامل بکنن و بعد مواظب نصف دیگر دینشون باشن. تبریک میگم و به 2 خانواده محترم، به 4 خانواده محترم و به 4 طایفه و در حقیقت به کل اهالی روستا. ما تو بندرعباس سورو 13,000 نفر جمعیت سوروست، همه طایفه هم هستن. اینجا خب 500 نفر جمعیت داره، قطعا همه طایفه هم هستن. پس من تبریک میگم به کل روستا که این 4 تا عزیزمون فرزندانشون هستن و خوشحالن و کل روستا از بزرگ و کوچکش از خانه ها در آمدن به خاطر که این مجلس خدایی رو حمایت بکنن و با حضورشان بگن که بارالله ما خواهان سنت تو و کلام تو و دین تو و سنت نبی تو هستیم که در شهر ما بیاید و شیطان و شیطان صفتها از شهر ما بیرون بروند و از سرمایه های ما ناامید و قطع امید بکنن. برادر عزیزمون و نور چشممون درویش گفتن که ما الحمدلله تو مغازه هامون سیگار فروخته نمیشه. خیلی حرفه که تو یک روستایی سیگار هم خوب درآمد داره، درآمد مادی داره. امروزه دشمنان اسلام میگن پول حلال که جمع نمیشه، با پول حلال که نمیشه زن گرفت، با پول حلال که نمیشه، با حقوق برزگری که نمیشه کاری کرد. باور کن همین برزگرها خیلی راحت ترن. خب با پول حرام که آدم معتاد میشه. کدومی که بهتره؟ برزگر باشه سالم باشه با خدا باشه یا میلیونر باشه از فروش مواد مخدر معتاد باشه؟ حالا پول حرام که جمع شد چه کار کرده تو؟ نهایتش معتاد شدی، تریاکی شدید. حالا بگن آقای خوش قیافه سرمایه دار معتاد دیگه، میلیونر باشه یا گدا باشه معتاد. نه این آقا معتاد نیست، این کیفی میکشه، این تفننی و عشقی میکشه و هر چی میخواد بکشه. هر کسی تریاک کشیدش میگن معتاد. تموم شد و رفت، حالا هرچند با کلاس باشه. شما شنیدید که کسی کار خیر میکرد پول خیر به مردم میداد ورشکست شده؟ من که هنوز نشنیدم، از آبا و اجدادم هم نشنیدم. ولی شنیدین که فلانی میلیونر بود رفت تو خط شراب و عیاشی و فحشا و ظلم و تکبر و تریاک و شب نشینی تو باغ و منقل و بافور ورشکست شد. حالا دمپایی پلاستیکی هم نداره. نه یک میلیونر ورشکست شده وقتی رفته تو این خط. راه خدا ورشکستگی ندارد، روزی حلال ورشکستگی ندارد. برادرمون عبدالستار تو سرودش خوند، همه سرودای توحیدی بود، همه اعتقادی بود. میگو تو که روزه امروز خوردید نترس، فردا با ماست. تو شکر روزی که امروز خوردی به جا بیار که فردا خوردنش با ماست. میگه اگر گناه کردی، اشتباه کردی، تو توبه نامه رو بنویس، امضا کردنش با ماست. تو بنویس یک صفحه خدایا توبه کردم، خدا میگه من امضاش میکنم، قبولش میکنم. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. خدا داره میگه دلت را خانه من کن. دلت باید خانه خدا باشه.
خانه خدایی که ملائکه ها طواف کنن بر دل تو. دلت نباید خانه شیاطین باشه. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. به من درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. غیر از خدا کی میتونه درد دلها رو مداوا بکنه؟ این خداست که درد دلها رو گوش میده. این خداست که با ادب به صحبت بندگانش گوش میده. از خدا بهتر دیدی؟ با ادب تر دیدی؟ با دوست صحبت میکنی، یک دفعه حرف تو قطع میکنه، تو حرفت میپره. ولی خدا شده که تو حرف باش بزنی تو حرفت بپره؟ 2 ساعت با خدا حرف بزن، خدا تو حرفت نمیپره، حرفتو قطع نمیکنه. یک پارچه خدا گوش میده که این بنده من چه خواستی داره، چه درد دلی داره. به من درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. امشب شب زیباییه. اینا که فیلم نمیگیرن، کسی دیگه داره فیلم میگیره. امشب مثل مور و ملخ ملائکه اینجا از همه طرف ریخته و ملائکه هایی هستن توریست، جهانگرد، دارن میچرخن این طرف و اون طرف، سیار، بیسیم دستشونه. اگر جایی دیدن که ذکر خدا میشه، حلقه ذکر، محل دینداریه، جمع شدن به خاطر رضای خدا، به خاطر امر خیری، تعاون و همکاری بر بر و تقوا، همه به هم بیسیم میزنن. بیاد اینجا. کجایید؟ بیاد اینجا که غوغاییه و همه دوربین رو کوله شونه، فیلم میگیرن از بندگان خدا، به درگاه خدا فیلم تو رو عرضه میکنن. در شب جمعه در تاریخ فلانی گذرمون افتاد به انجیردون، 2 تا از بندگان تو داماد شده بودن. جشن عروسیشون صحبت از عظمت تو و رسول تو میشد، صحبت از دین تو، صحبت از اوصاف تو، صحبت از کلام تو قرآن. به هر کسی قرآن میخوندن تو اون مجلس عروسی جایزه میدادن، احترام قائل بودن. هر بچه‌ای که قرآن میخوندن کف میزدن براش، تشویقش میکردن، صلوات میفرستادن، مثل این که خوشحالیشون با قرآن بود. بندگان من اینطوری فیلم برداری کردید؟ بله. شیخ یونس اگر اشتباه نکنم رئیس مرکز تبلیغ در فرانسه است. یک سفری آمد به قطر. در قطر ازش خواستن یه سخنرانی بکنه برای مردم. یک مثال زد، حالت مسلمان و واقعیت مسلمان، و گفت مسلمان امروز به یک سواره میماند که سوار ماشین آخرین سیستمه، تو جاده آسفالت و اتوبان استاندارد داره حرکت میکنه، ماشین کلردار، شیشه رو بالا کشیده، ضبط صوتش هم خیلی عالیه، بدون پارازیت، نوار موسیقی هم صداشو بلند، کاندیشنش هم شغال، زن و بچهش هم کنارش نشستن، شیشه رو بالا کشیده، خودش هم آوازخوانی میکنه همراه نوار، پا رو گاز گذاشته، هوای خنک داره میره. هی میره تو جاده، یک دفعه میبینه سر جاده یک نفر ایستاده، دست میزنه، قف، بیست، شیشه رو پایین میکشه، احوال پرسی میکنه. اون کسی که سر جاده ایستاده دست زده به صاحب ماشین میگه خذنی معک، نمیشه منو سوار کنید با خودت تو راه ایستادم سر جاده، منو با خودت سوار کن. میگه من انت، تو کی هستید؟ میگه انا ریال، من ریالم، چون قطر ریال داره دیگه، انا ریال، ریال قطری. ماشاءالله، ریال، ارکب، بیا سوار شو. ریال سوار شد، کم کم داره شنگول میشه، شیشه رو بالا کشید، خیلی خوشحاله، همجور میره آواز میخونه جلوتر، یه نفر دیگه ایستاده دست میزنه، قف، شیشه پایین میکشه، میگه خذنی معک، نمیشه منو با خودت بگیری سوار ماشینت کنی؟ میگه من انت، تو کی هستی دیگه؟ میگه انا دلار، من دلارم. ماشاءالله، دلار. ریال آمد، خوشحال شدیم، حالا خود دلار دیگه، خودت میدونی دلار چقدر قیمتشه. دلار هم سوار شد، شیشه رو میکشه بالا، حالا دیگه فول، به اوج رسیده دیگه.
داره آواز میکنه، ویراج میده، نیم کلاس میکنه، نمیدونه چه کار بکنه. رفت جلوتر، یه نفر ایستاده، دست زد، قف، شیشه رو پایین کشید، گفت خذنی معک، منو با خودت سوار کن. گفت من انت، تو کی هستی؟ گفت انا دنیا، من دنیا هستم، همه چی توه، من کل دنیا با همه زرق و برقش آمدم به سوی تو، منو تحویل میگیری؟ آقا من کیم که سرکارخانه به دنیا رو تحویل نگیرم؟ شما با این همه آرایش و این همه زیورالات و این کمربند طلا، خودش دنیای ارزش داره. نگاه کرد که جا نیست تو ماشین، به زن و بچهش گفت برید صندوق عقب، خانم دنیا میخواد کنار دستم بنشینه، بغل دستم. بفرما خانم. حالا خانم دنیا نشسته کنار دستش، این عطر آد کلونش دیوانش میکنه. این سر و صدای طلاش هم دیگه، از اون طرف هم پشت سرش آقای ریال و آقای دلار هم نشستن. زن و بچه دیگه بیارزه شدن، خفه تو صندوق عقب. رفت جلوتر که یه نفر دیگه ایستاده. نفر چندمه؟ حواستون جمعه؟ نفر چندمه؟ بچه ها فقط جواب بدن. نفر چندمه؟ نفر اول کی بود؟ آفرین، مال خودشه. نفر دوم کی بود؟ دیگه نمیدم. خیلی زرنگی، عالم میشه این، یه کاری میشه انشالله. حواسش خوب جمعه. نفر سوم کی بود؟ دنیا. نفر چهارم کیه؟ نمیدونم. نفر چهارم دست زد، گفت قف، ایستاد، شیشه رو پایین کشید. هر چی فکر کرد دیگه چی تو دنیا هست که نفر چهارم باشه به ذهنش نرسید. بعد گفت که ببخشید میشه شیشه رو پایین بکشید؟ شیشه رو پایین کشید. نفر چهارم گفت خذنی معک، میشه منو با خودت بگیری تو ماشین؟ گفت شما؟ گفت انا دین، من دین اسلام هستم، من دینم، دین خدا. یه نگاه تند و تیزی بهش کرد، گفت ظرفیت تکمیل جا نداریم. عجب. من خیلی خوبم، من اذیتت نمی کنم، اگه ماشینت خراب شد هول میدم، کمکت میکنم، از من بدی نمیبینی، خواهش میکنم منو سوار کن. گفت آقا میگه تو حرف حالید نمیشه، کرید. میگم جا ندارم، رو کلم بذارم؟ خب جلو که نمیشه گذاشت، این خانم نامحرمه، عقبم که جا تنگ میشه. آقای دلار و آقای ریال نشسته صندوق عقبم که زن و بچه دیگه نمیشه که. هر چی التماسش کرد گفت ظرفیت تکمیل و هر حالید نمیشه. شیشه رو بالا کشید و بعد گفت پشمالو ریشی نگاه بکن. پشمالو ریشی مزخرف دین. برو بابا، دوره دین سر شده. یه نیم کلاچ هم کرد، گرد و خاک بهش داد و قربونت. اینا کمک میکنن به منا، یعنی همیشه شنونده کمک میکنه به سخنران که به وجه بیاد. و رفت. معلومه که خانوادهشون براشون داستانهای خوبی میکشن. دیگه داستان چکمچکا برای بچه ها نکشید شبا. داستان اون بیبری و غول و نمیدونم فلانو اینا رو نگید. داستان پیامبران برای بچه ها بگید. داستان قرآنی، دیو میاد، عقرب میاد، اژدها میاد، فلان. اینا داستانهای دروغ که بچه رو لالایی بکنن. نه، داستان پیامبران بکشید تا بچه هایی که خوابن بیدار بشن، نخوابن، تا خواب از دشمنان بگیرن. دین آزرده شد و سوارش نکرد. ظاهرا که به دین نیاز نداشت. اون چیزی که نیازش بود سوار کرد. ماشین که داشت، موسیقی که داشت، کولر که نیاز داشت. شما هم که گفتیم برکه میخوایم، حتما آب و خنک هم تو ماشینش بود. دقت بکنید. دلار هم که نیازش بود سوار شد، ریال هم سوارش بود، دنیا هم بود، زن و بچه‌ش هم بود. دیگه چی میخواد؟ دیگه چیزی نیست تو دنیا که به طلبه. حالا دیگه شنگوله، گاه وقت مسخره از دین میکنه. حالا به دلار و دنیا میگه خوب کنفش کردم. نه، اینا ملاها خیلی پر رو هستن.
ولی ما امروز کنف نشدیم. یه نفر رو کنف کردیم اینجا. اون کی بود؟ شیطان. شیطان امروز کنف شد تو روستای شما. هر کاری کرد شیطان که این برنامه برگزار نشه شد. الان بیرونه، اونجا داره خودشو به زمین میزنه نشد که بساطشون رو به هم بریزن. حالا داره آواز میخونه، دیوانه شده، هذیان میگه، همینجور پا رو گاز، 180 تا داره میره، 200 تا داره میره. یک دفعه دید که یک قوی الهیکلی ایستاده سر جاده وسط راه، یه چیزی دستشه. ایست. این دیگه نمیگه ایست خذنی معک، ایست قف، با قدرت میگه، خیلی هم قویه. ترمز زد، ایستاد. شیشه رو بکش پایین. شیشه رو پایین کشید. گفت اینا که سوارن. گفت آقا کی باشه؟ درست صحبت کن. خوب دقت بکنی. آقا کی باشه؟ درست صحبت کن. اینا کی باشن چیه؟ گفت منو نمیشناسی کیم؟ گفت هر کسی باشه برای خودتی، صدات بیار پایین. دست جیبش کرد، کارت در آورد. رو کارتش نوشته بود ازرائیل ملک الموت. ببخشید قربان، ببخشید، شرمنده، من اولین بار بود شما رو ملاقات میکردم، به جا نیاوردم. بعد تو ماشین این طرف اون طرف نگاه کرد. گفت ببخشید قربان، دنبال چیزی میگردید؟ گفت دنبال دین میگردم. دین کجاست؟ تو ماشین تو دین نیست؟ دین نیاوردی؟ ببخشید قربان، دین سر جاده بود، ایستاده بود. منم رد شدم، دست زد، سلام کردم، جواب سلامش دادم. گفت که منو برسون. گفتم فعلا الان جا تنگه، من مسافرها رو خالی میکنم به خاطر که به تو فشار نیاد. شما زیر این درخت بیستی، من سریع برمیگردم دنبالت. اگه اجازه بفرمی قربان اینا رو پیاده بکنم برم دنبال دین. گفت وقت تمامه، لازم نکرده دین بیارید. اجل تو رسیده، خدا منو مأمور کرده که بدون دین قبض روحت بکنم. دلار داری، ریال داری، دنیا داری، زن داری، بچه داری، ماشین داری، هوای خنک داری، کولر داری، آب یخ دارید، موسیقی دارید، ماشین آخرین سیستم دارید، شهرت دارید، پول دارید، همه چی دارید، ولی دین نیست تو ماشینت، همراهت نیست. اجلت رسیده، من مجبورم که بدون دین قبض روحت بکنم. هرچی التماسش کرد گفت فایده نداره. دین نیاز ماست، همه چی درست میشه. ارزش به دین قائل بشین. من رفتم بنگلادش تو اجتماع جماعت تبلیغ، 10 روز اونجا بودم تو داکا. یه چیز عجیبی دیدم اونجا. دیدم که بنگالی ها، این پیرمردا بنگالی ها، وقتی یک عربی میبینن با لباس عربی گریه میکنن، به طرف عرب میرن، دست دراز میکنن، مثل که میخوان اصلا تو بغلش بگیرن. اگه دستشون بهش نرسید به لباسش میکشن، به سر و صورتشون میکشن و گریه میکنن. کنجکاو شدم، از یکی پرسیدم چرا این بنگالی ها عربا رو اینقدر دوست دارن. برگشت به من گفت، یه پیرمردی، که میدونید چرا ما عرب ها رو دوست داریم؟ چون عرب ها بهترین سوغاتی برای ما آوردن. گفتم من خیلی حافظم اونطور قوی نیست زود بگیرم مطالبو. یکمی میشه واضح تر بگی عربا کدوم سوغاتی برای شما آوردن؟ گفت نمیفهمی، عربا سوغات آسمان رو برای ما آوردن. عربا کلام خدا و دین خدا رو برای ما آوردن. ما اگه عربا رو دوست داریم چون سوغاتی خدا، کلام رب العالمین، قرآن برای ما سوغاتی آوردن. بنگالی میگه سوغات خدا. ما از بنگالی مسخره میکنیم، رفیق رفیق، رفیق. کاش که رفیق به معنای دوست بود، اینجا به معنی مسخره است. رفیق رفیق. یه روز بی بی سی لندن تحلیل میکرد این مسئله رو، درصد آرامش در دنیا. از ژاپن شروع کرد و سوئیس و سوئد و نروژ و کشورهای پیشرفته و آمریکا و
اون جایی که درصد زندگی خیلی بالاست. همه نمره آخر گرفتن. بعد گفت که طبق بررسی هایی که BBC لندن کرده درصد آرامش تو کشور بنگلادش حرف اول میزنه در دنیا. اولین کشوری که مردمش یک آرامش عجیبی دارن از نظر روحی، روانی و فکری کشور بنگلادشه. همین بنگالی های فقیری که سیل میاد تو میمیرن و فلان و فقیرن و کل لباس بنگالی تو بنگلادش اگه نگاه بکنی یه لنگ، یه دمپای پلاستیکی. درصد آرامش تو بنگالی ها اوله، نه تو سوئیس و سوئد و ژاپن. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خب امیدوارم که این جلسه مبارکی باشه برای شما و همچنین برای این 4 زوج جوان و امیدوارم که انشاءالله همه ما و شما خاتمه به خیر بشیم. نمیریم فرزندانمون رو عالم ببینیم، سالم، عالم، مفید. هر کدومشون یه شیخ زایی شدن، یک مشعل هدایتی شدن که راهو برای مردم روشن بکنن، دعوت به خیر بکنن و دعوت به تقوا و صلاح بکنن. به همه شما تبریک میگم، وقتتون رو زیاد گرفتید، تا این نصف شب نشستید. خداوند به شما جزای خیر بده. خیلی جلسه عزیز و دوست داشتنیه، ولی ما باید شما رو ترک بکنیم. به امید دیدار باید شما رو به خدا بسپاریم. ظاهرا یه 3-4 هزار تومانی اینجا هست. یه سوال بکنم، هم بچه های ابتدایی راهنمایی جواب بدن. هر کسی میدونه دستش بلند بکنه. چی رو میخوام بگم؟ بچه های راهنمایی یا ابتدایی، پیامبران اولوالعزم چند تان؟ کسی نگه. کی میدونه؟ بچه های راهنمایی ابتدایی. بیا عزیزم، اگه فهمید 2000 تومن بهت میدم. یه عالمه بود. پیغمبران اولوالعزم چند تان؟ حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت ابراهیم، حضرت محمد، حضرت نوح. صلی الله علیه و سلم. تشویق بفرمایید. حالا نابو بلی بکنید دیگه. خیلی جالب جواب داد. کتابی که بر حضرت عیسی نازل شده چیه؟ چی کتابی برش نازل شده؟ کتابی که بر حضرت موسی نازل شده. کتابی که بر حضرت محمد نازل شده. بگو چرا نگاه اون میکنی؟ قرآن. بله. کتابی که بر حضرت موسی نازل شده. بگو. کی میدونه؟ تورات. کتابی که بر حضرت عیسی نازل شده. یه سوال، بابات زنده است؟ بله. باباتو دوست داری؟ بله. مامانت؟ بله. به. اگه بخوای از مامان و بابای خوب تشکر بکنی چطوری تشکر میکنی؟ بگو ازشون تشکر بکن. بگو. این هر 4000 تومن مال خودته. همش دیگه، مثلا میخوام تمامش بکنم دیگه. از مامان و بابا تشکر بکن. ها؟ تشکر بکن. بگو مامان و بابا. بگو من یادت میدم. بگو مامان و بابا، دوستتان دارم چون برای من زحمت زیادی کشیدید. مرا به مدرسه فرستادید تا درس بخونم، تا عالم بشم. خدا از شما راضی باد. من از شما راضی هستم. تشریف بفرمایید. این همه مال خودته. اگه دوست داشتی به کسی هم بخوای بدید مال خودته. اگه به رفیقات هم خواستی بدید برگاش زیاده. آدم با علم میلیونر میشه. این آقا امشب چه میلیونر شد رفت. مال خودت.
چارلا یکی زد تو جیب. حالا دیگه بعد تقسیم کن با هم. مال خودته، مال خودته، مال خودته. اگه دوست داشتید 2 تا بسته هم برای اینا بخر. میگه باشه. مکتب خونم میرید؟ بله. خب منم تو این پولا مانده بودم چیکار کنم؟ حالا از تو جیب دوستان در آمده، بر بگرده خوب نبود. مال خودشه. آدمای مرد با شهامت، با جرأت برد میکنن. خب موفق و مؤید باشید. از حوصله همه شما تشکر میکنم. جناب شیخ از شما تشکر میکنم.